دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من صبحانم از کانال کدینگ ویت صبحان. به این ویدیو خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام راجع به ساختار شرط باهاتون صحبت کنم. ساختار شرط یا if statement یک ساختاری هست که میاد طبق یه سری شرط و شروطی که ما براش تعیین میکنیم یه سری کدها رو انجام میده و یا از انجام دادن یه سری کدها پرهیز میکنه. به چه صورت؟ مثلا فرض کنید تو دنیای واقعی من این جمله رو میگم، مثلا میگم که اگر بارون بیاد نمیرم سر کلاس. خب این که من نرم سر کلاس وابسته به اینه که بارون بیاد. اگه که بارون نیاد من میرم سر کلاس، ولی اگه بارون بیاد من نمیرم. ساختار شرط هم همین جوریه داخل کد نویسی. میگیم که اگه یه اتفاقی افتاد فلان کار رو انجام بده، فلان کدها رو اجرا کن. اگه نیفتاد، مثلا یه حالت دیگه اتفاق افتاد، فلان چیز رو انجام بده. اگر مثلا کلا هیچ کدوم از اینا نیفتاد، یه کار دیگه بکن. این میشه بیان عامیانه ساختار شرط. حالا بریم ببینیم تو برنامه ما میتونیم چجوری ازش استفاده کنیم. خب نگاه کنین. حالا من چی دارم اینجا؟ دو تا متغیر دارم، متغیر A و B. گفتم A مساوی باشه با 2 و B مساوی باشه با 3. الان میخوام برای شرط بذارم. بگم اگر A بزرگتر از B بود مثلا یه کاری رو انجام بده. میگم چی؟ برای تعریف if statement من یه دونه if باید بذارم. پرانتز باز پرانتز بسته، بعد شرط هم داخلش بیان میکنم. A بزرگتر از B باشه. بعد از پرانتزم میام آکولات بازو بسته میکنم و بین آکولاتم اون اتفاقی که میخوام رخ بده رو مینویسم. میگم چی؟ مثلا print f A is greater than کی در B و در نهایت return 0. این چی کار میکنه؟ میاد میخونه ببینه آیا این شرط درست هست یا نه. اگه که درست بود این کد رو اجرا میکنه، اگه درست نبود کدی رو اجرا نمیکنه. میاد بعدش رو میخونه که حالا بعد اینجا نداره، پس تو خروجی ما اینجا چیزی نشون داده نمیشه. چرا؟ چون این شرط غلطه. A من 2 و B من 3. A بزرگتر از B نیست، A کوچکتر از Bه. ببینیم چی میشه. خروج چیز نمایش داده نمیشه. ولی اگر من این علامت رو برعکس کنم تو خروجی اینو نمایش میده. چرا؟ چون که الان شرط من درسته، پس میاد دستوری که داخل ایف هم گذاشتم رو برای من انجام میده. الان ببینین من میخوام بیام همون شرط رو برگردونم و بگم که اگر اینطوری نشد یه کار دیگه بکن. بعد از اینکه این آکولات رو بستم میام میگم else آکولات باز آکولات بسته مجدد. الان یه دستور دیگه بهش میدم، میگم که مثلا print f A is not greater than B. ببینیم الان چجوری نشونش میده برای من. تو خروجی این رو برای من نمایش میده. چرا؟ چون که این شرطی که اینجا گذاشتم یه شرط فالس هست. الان من روش هم نگه دارم. Condition is always false. حالا این فانش یا جالبیش کجاست؟ اینه که اصلا چیز جالبی نیست. خب من اینو میدونم، خودم میدونم که A کوچکتر از Bه. بعضی وقتا شما نمیدونین A تون چیه و B تون چیه. خب بلکه از کاربر میخوایم بگیریم. مثلا من میگم چی؟ print f enter a number to be A. بعدش میگم scan f درصد d و در کی ذخیره بشه؟ در متغیر a. همین رو یه بار کپی میکنم برای b. میگم برای b ذخیره باشه و اینجا میگم enter number to b. بعد از هر کدوم از این قبل از این خطم \n که برای خط بعدی و اینجا هم آره دیگه قبل از هر کدوم یه دونه \n میذارم که کارم تمیزتر در بیاد. سیو میکنم، ران میکنم برنامه رو، ببینیم چی میشه. میگم که یه دونه عدد بذار برای A. میگم A باشه 5. B چی باشه؟ B میگم 10. A is not greater در B. A از B کوچیک‌تره. در واقع بزرگتر نیست. ولی الان اگه که A هم رو بزرگتر بذارم، مثلا میگم A باشه 10 و B باشه 5، میگه که A is greater than B.
A بزرگتر از B هست. این به این صورت میتونه برامون کار بکنه. حالا بریم یه سری نمونه مثال با این ساختار شرطمون حل کنیم که یه مقدار جالبتر و کاربردی تر باشه. برای نوشتن این برنامه یه دونه متغیر ست میکنم به اسم نامبر و میگم که این متغیر از نوع اینتیجر باشه. بعد میگم printf enter the number semicolon scanf درصد d چون که اینتیجر هست و داخل کی ذخیره بشه؟ داخل نامبر ذخیره بشه. این تا اینجا. تا الان چیکار میکنه برنامه ما؟ یه دونه متغیر برای خودش تعریف میکنه، به کاربر میگه که یه دونه عدد وارد کن و اون عددی که کاربر وارد میکنه رو داخل اون متغیرش ذخیره میکنه. الان باید بیاد بررسی کنه ببینه این عدد زوجه یا فرده. چجوری این کارو میکنه؟ من میگم که if number درصد 2 مساوی بود با 0. خب این شرط رو من براش میذارم. حالا یه کاری رو انجام بده اینجا. یه توضیحی که راجع به شرط باید بگم اینه. ببینیم برای که شما بفهمین یک عدد زوجی یا فرده باید ببینین که آیا اون عدد بر 2 بخش پذیر هست یا نه. اگه عدد من بر 2 بخش پذیر بود پس زوجه وگرنه فرده. الان این عبارتی که شما میبینین نامبر درصد 2 مساوی با 0 یعنی چی؟ یعنی باقی مانده تقسیم نامبر بر عدد 2 مساوی بشه با 0. این علامت درصد در واقع باقی مانده تقسیمه. اگه که متوجه نشدین این چیه من توی این ویدیو بهتون توضیح دادم کامل اپراتورها رو. چرا اینجا 2 تا مساوی گذاشتم؟ داخل شرط ها یا داخل حلقه ها زمانی که بخواین 2 تا چیز رو مساوی با هم قرار بدین از 2 تا مساوی استفاده میکنین. اگر که یه دونه مساوی استفاده کنین خطا میده. به صورت پیشفرض برای برنامه ها تعریف شده که باید 2 تا مساوی استفاده بشه. خب گفتم اگر نامبر درصد 2 مساوی بود با 0 بیا این کار رو انجام بده. چیکار کن؟ printf \n که بره \n بره خط بعدی even یعنی این عدد زوج هست. الان میخوام بگم اگر که اینجور نبود یعنی باقی ماندهش بر 2 0 نبود یعنی عدد از زوج نیست دیگه. خب وقتی که زوج نباشه فرد اصولا. else print f \n و odd. حله. الان من اینجا ریترن 0 رو میذارم که چی بشه؟ که تابع مینم بسته بشه و برنامه رو ران میکنم. enter the number مثلا من میگم آقا عدد من عدد 5 میگه که odd. یه ذره برای رو بهش بدیم the number is even و اینجا هم بگم the number is odd. الان ظاهرش به نظرم خیلی شیک تر خواهد بود. 5 the number is odd. اینجوری میتونید شما این برنامه رو بنویسید. برای نوشتن این برنامه اول اصولا باید ساختار برنامه رو تشکیل بدم. بعد 3 تا متغیر تعریف میکنم. من میتونم بیام اینجوری متغیرامو تعریف کنم. و مقداردهیشون کنم. ولی میتونم یه کار ساده تر بکنم. به جایی که 3 بار من اینت اسم متغیر رو بنویسم بگم یه بار اینتیجر باشن این 3 تا متغیر A و B و C باشن. الان دونه دونه مقداردهی میکنم. print f enter side A scan f درصد D و A. اینو چند بار کپی میکنم و مقادیر داخلش رو عوض میکنم. چیکار میکنم؟ این برای Cه میذارم C این B و اونم که خودش A هست.
الان باید بیام بررسی کنم. در واقع تا اینجای کار من کاربر میاد چیکار میکنه؟ 3 تا متغیر منو که در واقع همون 3 ضلع من هستن رو مقدار دهی میکنه. میگه آقا ضلع 1 اینه، ضلع 2 اینه و ضلع 3 اینقدره. الان من باید بیام اینا رو مقایسه کنم. چند حالت وجود داره؟ فکر کنم 3 حالت وجود داره دیگه. اگر اینا هیچ کدوم با هم دیگه برابر نباشن، اگر همه با هم برابر باشن، یا اگه دوتاشون با هم برابر باشه. حالت اول میگم اگه دوتاشون با هم برابر باشه. میگم اگر A مساوی B بود، یا چجوری توی زبان برنامه‌نویسی C بگم، یا دو تا از اینا میذارم، یا B مساوی با C بود، یا C مساوی با A بود. اگه که این اتفاق افتاد چیکار کن؟ print، منو سخت انگلیسی بخوام بنویسم متساوی و ساقین، برای همین یه دونه A میذارم. الان میخوام بگم که اگر این درست نبود ولی یه چیز دیگه درست بود، یه کار دیگه کن. چیکار میکنم؟ میگم else اگر نه، و اگر یه چیز دیگه درست بود، یه else و بعدش یه if میذارم. else if چی؟ 3 تاشون با هم دیگه برابر بودن. A مساوی با B و میخوام بگم و. چجوری میگم و داخل زبان برنامه‌نویسی C؟ نمیتونم از and استفاده کنم. ببین چجوری میشه؟ error داره، نمیشناسه and رو. 2 تا از اینا باید بذارم. and B مساوی با C بود. الان همشون با هم دیگه برابرن دیگه اصولا. الان چیکار کنم؟ print f 2. اگر نه هیچ کدوم از این حالت ها اتفاق نیفتاد else، یعنی دیگه هیچ کدوم با هم دیگه مساوی نیستن دیگه. چیکار کن؟ print f 3. الان تو خروجی ببینیم برنامه چجوری به ما نمایش میده. قبلش ریترن 0 رو من بذارم و برنامه رو ران کنم. ساید A میگم 5 باشه، ساید B هم 5 باشه و ساید C 10 باشه. میگه حالت 1. حالت 1 من کدومه؟ بذارید دارم تمیزتر کنم اینا رو. حالت 1 من اینه دیگه که یا این باید 2 تا با هم برابر باشن، یا این 2 تا و یا این 2 تا. که الان این 2 تا با هم دیگه برابر بودن، حالت 1 براش اتفاق افتاد. بریم یه بار دیگه تست کنیم. این بار حالت 2 رو میخوام چیز کنم. میگم 5 5 5. الان باز 1 اتفاق افتاد. چرا اینجوری میشه؟ چون که من باید بیام به ترتیب از بیشترین احتمال تا آخرین احتمال چیز کنم. یعنی من باید بیام اول بگم همه با هم مساوی باشن، نه 2 تاشون مساوی باشه، نه یکیشون مساوی باشه. چرا؟ این منطقش چیه؟ خب این خط به خط داره میخونه دیگه. میاد میگه که خب الان A و B اگه یکی از این حالتها درست باشه این کد ران میشه دیگه. چه اتفاقی میفته؟ میاد میگه خب تو A رو گذاشتی 5، B هم گذاشتی 5، مساوی شد. اینو میذاره دیگه، اینا رو نمیخونه. پس من بعد اول بیام اینو بذارم، این شرط رو اینجا ذکر کنم، من این رو از اینجا بردارم و بذارم اینجا و اینجا بگم A مساوی با B and B مساوی با C. الان ببینیم چجوری نمایش داده میشه. الان 5 5 5 1 5 5 10 2 1 2 3 3. الان 3 تا حالت رو درست داره برای من اجرا میکنه. خب دوستان این ویدیو هم به پایان رسید. اگه خوشتون اومد ممنون شم اون رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن رو برای من بزنین. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.